بچه سرم درگیره سرت توی گو در میاری یا نه؟ حاجی تو را به مامسی پنده بچه یعنی میام یک تیپایی میکشم زیرت که کفش ما اتفاقات بیمارستان بدم بیارم برای چه نیستانه بشور چند شدی چند خدایا دست تو کار داریم میبینی شریف زندگی کردن واقعا خیلی خرج داره. یه دومای آدم خوبی بودم با هم سخته شد. یه گوش خوش دندونی بر من واجب قربتن الالا. ببینیم چی کار میکنی. سلام روزتون بخیر. سلام از بنده ارادتمند. پراید خانم بنده یه چند موردی تصادف داره ولی تمیزه. با یه ماشین مقاومتر محافظه دارین؟ ها محافظه نداریم. بگو بیا تو. عزیزم حاجی جان بخواب رو زمین باز افتاده. وای باز چی افتید؟ قندون و خودکار و قولنومو دده احتیاط که پشت سرمو مدرسه هست همه سینه میکنی. ای بای عذرخواهی میکنم. تو دیگه چرا میگه بخواب رو زمین کمرمونو خورد میکنه؟ حالا اب نداره خدا رو شکر بخیر گذشت. یه کمی یه متری بیا عقب تو من شاسیهاش نگاهی کنم داده. کاکو چرا همسر دیجور سر ما میاره؟ گفتم یه متر دورش بگردم بینیش کوچیکه رو دستانداز عینکش میفته. کاکای من کسی که عینکش میفته دیگه میتونه خود گاز نده. بچه خودت بشی پشت ماشین بیاره جلو. چند شدی؟ من هر چی خسارت بهتون وارد شده باشه رو چشمم میذارم پرداخت میکنم. چیه شلوغش میکنید هی خسارت یه شیشه سکوریت بود یه قاب عکس اسمیگل که افتاد شکست اونم ایرج پرداختش میکنه دیگه. داده من یه عینک بی‌ناموس درست بزن رو چی شدی قاب عکس بوام بود اسمیگل کیه؟ حاجی جان من بابت این سوء تفاهم ازتون معذرت میخوام. حالا خبری نی ولی خیلی ناراحت شدم. بی زحمت ماشینمون رو با یه شاسی بلند دنده‌ای محافظه کن. چی مناسب خانم من سراغ دارین الان؟ تو اگه واقعا این زنو میخوای یا دماغشو درست کن یا فکر یه توییته چرا نیم افی باش که دیگه عینک هم اصلا نخواه بزنه. آقا محافظه نمیکنیم لطفا بفروشش واسمون. شما با این ماشین خیش میکردین چرا شاسیهاش جوره بدبخت؟ فکر میکنم 2-3 باری عوض شده. تو 3 بار. ولی اصلا گیج نیست. این همین الان هم شاسی و وله یه با این شاسی و بعد پیچیدی پلاک عقب تو آینه بغل میبینه جیگرت برم گیج نیست. ضمناً یکم موتورش بخار داره گیر بوکسش هم به نظر من عوض شه بهتر. یعنی ماشیو تشبر زده و بهتر بود شما بخرینش. دیگه کجاش بغیر سر جلو ضربه داره؟ فقط پشتش و سقفش. فقط 403. بله. هر چی دارین توش بردارین. شاد شد یه که پیدا کردیم دادیمش 80-90 تومن رفت. ایسا هم ماشین تصادفی کم ضرب درجه 1 خدمت کوکو. نه کاکو قربونت برم این ماشین خیلی داغونه. جیاش اصلا گیرم نمیاد به درد من نمیخوره. دست درد نکنه. خداحافظ. ای موسیقی خدا کوکو خسرو اوصاف کن نبداره.